من به شما قول میدم، هنوزم با تاکید میکنم، سرانجام یک السیسی ایرانی خواهد آمد. چرا؟ شرایط چنین چیزی رو طلب میکنه. رضا پهلوی بهترین برگی است که شما بازی میکنید از این نظام عبور کنید. یک وجهه سیاسی و این بین المللی داره. اول السیسی میاد جمع میکنه، اون کشور رو یکی باید جمع کنه. من عادی میگم، خیلی عادی، یکی باید اون مملکت رو جمع کنه. شاهزاده رضا پهلوی بعد از 40 سال ناگهان وارد تهران بشه، فکر نمی کنم چنین اتفاقی یا اعجازی اتفاق بیفته. بازی منیج میشه، بازی مدیریت میشه. از کجا مدیریت میشه اونم بحث است. تا حالا هرگز اتاق فکر قدرت جهانی اشتباه نکرده.